آنان که کهن بوند و آنان که نوند، هر یک پی یکدیگر یکایک بشوند. این ملک جهان به کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. قریب 39 سال بازه در همین قبرستان خجرار ولی با مهنت میکنیم. ما آزی من نفقه ببرم دیگه، پنسه ببرم دیگه. های من اینجا شاگردم ها هستن، من پسرچوام ها هستن. من اولادی من پنجم گرکاب. ما هم پدر اولاد بودم با ما این کارها با عادت کرده رفتگی. ما شب هم میکوبیم ایلاج شد. پگه عید پتگی روز میبیارن شب با قبر تیار کردن ما در کار. قبر با کافتن با نرخ نیست. این با کی چی خواهد همون نمیتیاد. ما نرخ نمیمونیم. آدم‌ها اهمیتشون میتن. تیانا ما روزی نه تیانا ما روزی برای ثواب. أمي حياتي وجنتي، انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي. انسان های من همین فعلو اطوارشان آدم های نیک باشن، نماز خوان باشن، راستگوی باشن، اگر همین قبرهای همینو در تیار میشد. خب مل آدم های فریب دادگی، مل آدم های هم حقشون خوردگی، همین قبرهای کافتنش هم مشکل میشد. قبر هم راه ندادنش هم ممکن. سخت مراد، سنگ ها مراد، خودش با خودش همین مشکلات ها مل میشد. همین حالات ها شدگی ما هم با همین قبر کافسیم، از قبرها مار مراد، گشتم مراد. بعد از که قبر ما مانده رفتن 2 سال میگذره، 3 سال میگذره، عموما نمیبیان. عموما عیادشون فراموش میشون. قبر پدرشون چیست است، قبر مادرشون چیست است، بالا قبرستان چیست است، این فراموش میشید میرد از خاطرشون. اینها با اعتبارتیان آدم ها بیان قبرستان های زیارت کنن، روح ارواحی باباشون، روح ارواحی پیر استادای شاد کنن. بتون دولتشون زیاد شودن، میگن که یک رفته قبرستان زیارت کن. آدم ها بتون 70 شده موننم، میگن که یک رفته قبرستان زیارت کن که همین من آخرت چه منزل چه میشد. بالای قبرها با سنگ‌های سیاه من صورتدار قبرها هست. اینها هم میشه اگر هم تو نگاه کردن با اصلش خودش قبر شدنش در کار. آخری آدمیزاد اصلش خودش از خاک رویدگی باز خاک شدنش در کار. بالاش به این قطر اعتبار داده، این قطر اینا زیب و زینت دادن در کار نه. اگر قبرستان این آخرین منزل هر یک انسان ها بایم بد برابر، کم بغلم، شاه هم گدا هم در این قبرستان بد برابر هستند. ای خواجه چرا در این جهان بیخبری؟ روزان و شبان در طلب سیم و زری. سرمایه تو در این جهان یک کفن است، آن هم به گمان است که بری یا نبری.